سلام و اولین ویدیو با من خوش اومدید. اسم من نرگسه که اکثرا ستایی صدا میزن، یعنی توی شناسنامه اسمم نرگسه، ولی خب بیشتر ستایی صدا میزنن. 15 سالمه و امسال میرم کلاس دهم رشته تجربی. و خواستم اولین ویدیو بک تو اسکول باشه، از اونجایی که خودم خیلی علاقه دارم به لوازم تحریر و از این چیزای بانمک گوگلی. خواستم که اولین ویدیوم نشون دادن لوازم تحریرم به شما باشه و بگم که چرا اونا رو گرفتم. اولین چیزی که من گرفتم یه دونه کیف واسه مدرسه بود که این کیفه و خیلی دوستش دارم، چون که این کیف رو به خاطر این گرفتم که زیپای زیادی داشت، یعنی جای زیادی داشت. من اکثرا به جای زیاد چی میگم؟ میفهمم چی میگی. از اونجایی که کیف قبلیم مشکی بود و کلا 2 تا زیپ داشت، کلا زده شدم از رنگ مشکی و تصمیم گرفتم یه رنگ قهوه‌ای نسکافه‌ای قشنگ بگیرم و پرجا باشه که وسیله‌های بیشتری بتونم توش بذارم. دومین چیزی که گرفتم یه دونه کفش بود، چون که واقعا به کفش نیاز داشتم، یه کفشی که راحت تر بتونم توش راه برم، که من کیفم برشکا بود و کفشم بالانسیاگا. در کل خیلی به نظرم چیزای مفید و خوبیه. چیز بعدی که گرفتم جامدادی بود که جامدادیم یه دونه زیپ داشت، که البته اینم یه دونه زیپ داره ولی خب جاش از اون جامدادی قبلی بیشتر. و چیزایی که واسه داخل جامدادی گرفتم، من 2 تا خودکار گرفتم، 2 تا خودکار روان نویس، ببخشید 2 تا روان نویس گرفتم که اینا رو پیشنهاد نمی کنم. به نظرم روان نویس های فشاری کینگ خیلی بهترن، ولی خب من گیرم نیومد. یه دونه اتود گرفتم، اتود 5/10 این شکلیه و جالب اینه که سرش من احساس کردم که باید یه چیز دیگه داشته باشه، یعنی یه نوکی ریزتر، ولی خب همین بود، به خاطر این اینو گرفتم، به نظرم جالب میومد. هایلایتر من 3 تا دونه هایلایتر قلمی گرفتم که راحت ترن. این یه نوعشه که یه طرفش سرش کجه و یه طرف دیگه سرش 2 طرف است و من اول فکر میکردم که این یه طرفش قرار روان نویس باشه. چرا؟ چون این اولین هایلایتر که برداشتم یه طرفش هایلایتر بود و طرف دیگهش روان نویس و خیلی چیز کاربردیه به نظرم همچین هایلایتری. فکر میکردم اینم مثل اینه، ولی خب در کل نه. و سومیشم اینا خیلی به نظرم خوب بود، اولیه صورتی. سومیشم فابر کاستل گرفتم. آره آبیه و آبیش خیلی خوشگله. بذارید رو برگه براتون بکشم. برگه این رنگ به نظرم آبیه خیلی خوشگلی داره و صورتیه هم فکر نکنم رو برگه صورتی معلوم باشه، ولی خب ببینید دیگه اشکال نداره که. اینم از رنگ قهوه‌ایش، به نظرم بهترین رنگش قهوه‌ایه. دفترچه هم این دفترچه رو از پارسالم مونده، من زیاد دفترچه استفاده نمی کنم، استفاده ای ندارم مثلا، به خاطر همین گفتم از پارسالی استفاده کنم. و هم چسب ماتیکی، اینا به خاطر استیگماتا گرفتم، به خاطر اینا، چون نمی چسبن و واقعا به یه دونه چسب احتیاج داشتم. یه دونه غلطگیر گرفتم که دیگه از واجباته، چرا نگیریم. نوک اتود 7 تا بسته گرفتم و به نظرم شما اگه خواستید بگیرید کوچیک نگیرید. من کوچیک گرفتم و حواسم نبود اونجا. به نظرم این بزرگا خیلی بزرگ بگیرید که قشنگ تو اتودتون جاشه. چیز بعدی که گرفتم استیگنوت از این جدا کننده ها که من رنگ نودش رو میخواستم، یعنی قهوه‌ای و کرمی و اینا نداشتن هیچ جا. اینم گرفتم به خاطر اینکه خیلی نیاز داشتم. اکثرا کتاب که میخونم صفحاتش رو گم میکنم و بوکمارکم هم گم شده بود دیگه، گفتم از این استفاده. چیز بعدی پاکن معطر، خیلی بوش خوبه، اصلا عالی. و یه بسته دیگه هایلایتر، اینو دوست عزیزم برای تولدم آورد، با اینکه بچگونه است اما خوبه در کل. من استفاده زیادی از هایلایتر دارم و این هایلایتر را از
پارساله. این کاترم هم از پارساله و دیگه تموم شده و باید واسهش چیز بگیرم. چی میگن؟ نمیدونم، تیغ. واسهش تیغ بگیرم. اگر خواستید هایلایتر بگیرید، پیشنهاد من این هایلایتر است. به نظرم خیلی خوبن، خیلی میمونن. مثلا من اینا رو 2 سال دارم و هنوز هستش. این خیلی خوبه اصلا. رنگش فوق‌العاده قشنگه. بذارید نشونتون بدم. معلوم نیست. یک کاهی بیارم تا نشون بدم. به نظرم هایلایترهای قلمی اکثرا از این فانتزیا دوامشون بیشتره و موندگارشون بیشتره دیگه، هم قشنگتر رنگشون. نظر من اینه. این رنگی و این اصلا این که دیگه نگم براتون. این پنتره و اینو یکی از دوستان به من داد سال 8م و خودش از کلاس 3 اینو داشت. یعنی 3 تا 8 دست اون بود، 8 تا الان دست من و هنوز هم پر رنگه. نگاه کنید رنگش چجوریه. خراب شد. اینجوریه. هنوز هم پر رنگه. به نظرم پنترم چیز خوبیه. و از هایلایتر این دوتای دیگه هم هست. این هایلایترها به نظر من هم خوشگله. فانتزی اگر بخواید بگیرید اینجوری بگیرید. هم واقعا خوشگلن، هم این که تموم نمیشن. نمیدونم چرا ولی خب من اینا رو دونه‌ای گرفتم و خیلی نازگویه. غلطگیر فانتزی که اینم باز دوباره دوستم واسه تولدم آورد و چیز خیلی خوبیه. نمیکشه. آره. چیز بعدی چی بودین؟ ماژیک وایت بورد. اینم چیز خوبیه. خیلی چیز خوبیه. من هنوز استفاده نکردم. سر سفیده و این سفیدیه رو خیلی دوست دارم. اصلا ازش استفاده نکنیم. اکثرا من استفاده ای از ماژیک ندارم ولی خب اینکه پا تخت صدا میزنم بری مثلا مسئله ریاضی حل کنی، این که از دوستات بگیری خیلی رو مخه. 2 تا هم برچسب از این چسب چی میگن، چسب طرحدار گرفتم و خوبه در کل. این هم چیز خوبی. خرید بعدیم که خرید من نیست، کادوی تولدمه. یه دونه تراول ماگه. گفتم از این استفاده کنم و دیگه نگیرم و این هم چیز خوبیه. اما قرمز نه، قرمزو نیستم. واسه جزوه یکی از بهترین چیزایی که بهتون پیشنهاد میکنم بخرید برگ آچار خط داره که من اینو خیلی قیمت مناسبی گرفتم و 50 برگ فکر کنم. در حال چیزا خیلی خوبیه. من استفاده زیادی از برگ آچار داشتم و وقتی خطار دیدم گفتم که بگیرم. من بیشتر از برگ کلاسور، برگ خطار، مارک آرمان استفاده میکنم. خدای خیلی قشنگه برگه هایی که درست میکنم. و واسه تخت شاسی هم این تخت شاسیه که من گرفتم چوبیه و به خاطر این چوبی گرفتم که این کاغذیه سر 2 ماه دوام نمیارن تو دست من، خراب میشه. کلاسور بعدی که گرفتم این کلاسور چرم قهوه‌ایه. به خاطر این چرم گرفتم که باز کلاسورای کاغذی دست من دوام نمیارن، این گوشه هاشون خم میشه و به نظرم این خیلی چیزه. پیشنهاد میکنم چرم بگیرید، مثلا قهوه‌ای. این کلاسورم هم از پارسالمه و امسالم ازش استفاده میکنم. یه خورده فقط گوشه هاش نرم شده که اونم چسب زدم چون خراب میشه. من همون اول که کلاسور میگیرم گوشه هاشو چسب میزنم و اینم خیلی طرحش رو دوست دارم، طرح باحال و فانتزی. سومین چیز که گرفتم بازم یه برگه. اینو یعنی از پارسال داشتم و اینجوریه داخلش آچاره واسه جزوه نویسه و من نصفشو حدودا استفاده کردم. چیزی به درد بخوری. ویدیو قطع شد به خاطر اینکه من این فیلمو دارم با تیک تاک میگیرم و تیک تاک بیشتر از 10 دقیقه فکر کنم فیلم نمیگیره و چون که اونقدر اعتماد به نفس بالایی ندارم به خاطر همین از تیک تاک استفاده کردم که فیلتر بندازم. داشتم در مورد این دفتره میگفتم که این کاغذش آچاره و خط داره. چیز خوبه واسه جزوه نویسی. واسه من که زیاد جزوه مینویسم خوبه و احتمالا اینو بذارم واسه زیست یا یه دونه کلاسور کلا بذارم واسه زیست. علاقه زیادی به زیست دارم. این جدا کننده داشت، من کندم جدا کننده هاشو و بیشتر برگاشو کندم
این کلا خیلی چیز خوبی. اگه خواستید بگیرید پیشنهاد میکنم که یه دفتر با برگه های آشار بگیرید. در کل خیلی خوش اومدید به این ویدیو. خوشحال میشم که منو دنبال کنید و حمایت بکنید. خدافظ تا ویدیو بعدی.